به نام خدا. با سلام خدمت دوستان عزیز، محمد نیکو هستم با آموزش طراحی 0 تا 100 سایت دیجیکالا. خب دوستان، ما تا اینجای پیش رفتیم که اومدیم قسمت بالایی سایت دیجیکالا رو هم طراحی کردیم. تو این قسمت ما میخواییم که بیایم و سبد خرید رو پیاده سازی کنیم. اگه وقت گذاشت این رو هم ما طراحی کنیم. خب دوستان دقت کنید، من این پایین جاشو معلوم کردم دیگه. اینجا دقت کنید تو کدم بهتون نشون بدم. دیو آیدی هیدر تاپ رایت باتوم. دقت کنید دوستان، اگه دقت کرده باشید من اینجا گفتم دیگه مثل اونم مثل همینه. این خود سبد خرید 190 پیکسله. خب این خودش به دو بخش تقسیم شده، یک بخش رایت، یک بخش لفت، یعنی اون سمت راست و سمت چپ، که سمت راست شامل این آیکون سبد خرید میشه و سمت چپ هم که شامل این شمارنده و سبد خرید. دوستان دقت کنید، من میام از تگ اسپن استفاده میکنم، شما میتونید حتی از دیو استفاده کنید، فرقی نداره. خب من میام یک داخل هدر تاپ رایت باتوم یک اسپن میسازم با آیدی با کلاس بسکت تاپ. درسته؟ خب میام به این ببخشید عذر میخوام، من میام اول یه دیو میسازم با آیدی بسکت تاپ. خب میام بین یک استایل میدم، میگم که چه گفتیم که باید 190 پیکسل باشه، هایتش هم همون 40 پیکسل. میگیم که ویدثش بشه 190 پیکسل، هایتش بشه 40 پیکسل. یه بک‌گراند هم بهش برای اینکه دیده بشه میگیم که رد باشه. خب دقت کنید دوستان، رفرش کنم، عذر میخوام. خب این از این. خب اینجا فلوت رایت هم میخواد که ما باید بهش بدیم که شناور بشه به سمت. بذارید الان من این فلوت رایت رو ندم، بعدم بگم که شما دقت کنید چه اتفاقی میفته. خب داخل این بسکت تاپ گفتیم که به دو بخش تقسیم میشه، یک بخش سمت راست که شامل این آیکون میشه و بخش سمت چپ. من میام از تگ اسپن استفاده میکنم. ببین دقت کنید میگم اسپن. خب با آیدی به عنوان مثال بسکت تاپ رایت. خب میام اینجا بهش آیدی میدم دوستان. گفتیم که تگ اسپن همیشه دیسپلیش باید بلاک باشه، همیشه که نه، ولی خب از نوع عناصر این لاین هست و برای اینکه ویدث و هایت بگیره مجبورین که دیسپلیش رو بلاک کنیم. خب ویدث رو میدم به عنوان مثال 55 پیکسل، هایتش رو میدم 40 پیکسل. بک‌گراندش رو دقت کنید، بک‌گراندش رو میدم این رنگی، به عنوان مثال بذارید گرین بدم. خب بعد میام روی این کلیک میکنم، از اینجا رنگش رو انتخاب میکنم، به عنوان مثال این رنگی. خب میگم این رنگی URL داخل پوشه ایمیج که عکس همون بود و basket.png no repeat که گفتیم چه کار میکنه و سنتر. بذارید من اول این رو سنتر ننویسم که شما. خب اینجا رفرش کنم. خب اعمال نشد، چرا؟ فکر کنم ما اینجا آیدی استفاده کردیم. آره خب
من اینجا از کلاس استفاده کردم. خب رفرش کنم، دقت کنید دوستان، ببینید. خب من میام این عکس رو سنتر قرار میدم، دقت کنید سنتر، ببینید چه اتفاقی میفته. اومد وسط خودش، دیگه نیازی نیست با مثلا با مارجین و یا مثلا لاین هایت تنظیمش کنیم. خب این از این مونده سمت چپش رو ما میام بعد این یک اسپن دیگه استفاده میکنیم. اسپن، خب اسپن با آیدی بسکت تاپ لفت. خب میام این رو هم براش استایل دهی انجام میدیم. میگیم که خب ببینید 190 پیکسل بود دیگه. خب 190 پیکسل، من میخوام که شما هم بدونید چی کار میکنیم. 190 پیکسل منهای 55 پیکسل، 135 پیکسل دیگه اینجا مونده که باید ما به بسکت لفت بدیم. خب میگم ویدثش 135 پیکسل، هایتش 40 پیکسل و بک‌گراندش هم که بشه مثل این، اما یک کم چی پررنگ تر. این خوبه. خب بعد بزن رفرش کنم. عذر میخوام، من که میگم ایجاد نمیشه. چرا؟ چون که بهتون میگن گفتن که تگ اسپم باید دیسپلیش بلاک باشه. بیش از 10 بار اینو گفتم، امیدوارم که فهمیده باشید. دقت کنید. خب من میام به رایت یه فلوت رایت میدم، رفرش کنم میدم درست شده. خب درست شده، اما باید به اینم یک فلوت رایت یا لفت بدیم. دقت کنید درست شده الان مثل همین. خب بسکت تاپ. خب این از این. حالا مونده چی؟ مونده این سبد خرید و این صفر. خب من میام دقت کنید داخل بسکت تاپ لفت، درسته؟ یه تگ اسپن استفاده میکنم. شما دوستان اصلا اجباری نیست این تگ اسپن، شما میتونید از دیو استفاده کنید، از هر چیزی که دلتون میخواد استفاده کنید. من میام یک آیدی بهش میدم، آیدی به عنوان مثال بسکت مثلا بای سبد خرید مثلا. من میگم که سبد خرید. خب دوستان اگه دقت کرده باشید ما گفتیم که اینجا بهش کلاس میدیم. کلاس چی؟ فونت 14، فونت بیکان و سایز 14 که اون بالا بهتون گفتیم. رفرشش کنیم ما، دقت کنید اومد اینجا. کلی فرق داره دیگه با اینجا، یکم فاصله باید از اینجا بگیره و رنگش هم سفید و بیاد بازم عذر میخوام بیاد وسط. خب میگیم که آیدیش چی بود؟ بسکت بای. خب میگیم خب بشه کالورش بشه سفید. بعد اینکه پدینگ از سمت راست بگیره مثلا 15 پیکسل. ببینیم چی شد الان. خب بیشتر مثلا بگیره 20 پیکسل دیگه کافیه. آره خب دوستان دقت کرده باشید من اینجا اومدم از یک دستور استفاده کردم به نام لاین هایت. خب اینجا میام از همون دستور استفاده میکنیم،
من میدم مثلا 38 پیکسل. ببینیم چی میشه. خب دقیقا الان جاش خوبه. آره خوبه. میام و اون بعدی رو هم ایجاد کنم. میام از تگ اسپند بازم استفاده میکنم. میگم آیدی کام بذارید بنویسیم مثلا سیرکل، مثلا سیرکل اینجوری فکر کنم نوشته میشه بسکت به عنوان مثال. فکر کنم درست نوشتم، اگه اشتباه ننوشته باشم املای سیرکل رو که میشه همون دایره. خب دقت کنید دوستان، اول اینکه گفتم تگ اسپند دیسپلیش باید بلاک باشه. قبول دارید؟ خب یه ویدت میگیره، من میدم 24 پیکسل، هایتش هم میدم 24 پیکسل. چرا 24 پیکسل؟ چون میخوام دایره باشه. خب میگم border radius. دستور border radius میاد بذارید گوشه ها رو گرد میکنه. ما اگه بیایم بهش 100% بدیم این دایره میشه. دستور border radius رو هم الان بهتون توضیح میدم. خب بک‌گراندش بشه سفید. بک‌گراندش ما از دستور RGBA استفاده میکنیم. RGBA مخفف همون رد، گرین، بلو و آلفاست که همون مقدار شفافیت رو به ما نشون میده. 4 تا مقادیری میگیره. رد میخوایم که سفید باشه دیگه. 255 و مقدار شفافیت رو من میدم مثلا 4 به عنوان مثال. خب دقت کنید ایجاد نشد. خب بذارید من یه چیز دیگه هم خواستم اینجا الان یادم رفت. فکر کنم اینجا مثلا من فلوتشو لفت کنم ببینیم به نمایش در میاد. آره خب من میخواستم که این صفر رو هم اینجا بذارم و شروع کنیم به خب میام تکسلان که این رو هم گفتیم که تکسلان جهت رو مشخص میکنه. این سنتر، این صفر رو دقت کنید میاد وسط. خب من میام با استفاده از فایرباگ، دوستانی که فایرباگ رو نمیدونن چجوری نصب کنن من میام بهشون ادانس. خب و این قسمت اگه فایرباگ رو سرچ کنن و اینتر بزنن خب میاد دیگه، همینجا بود دیگه. آره سرچ کنن اینجا مثلا ببینید اومد مثلا. سرچ کنید دیگه اینجا میاد دیگه. مثلا من بزنم باگ. حالا ببخشید من الان به اینترنت وصل نیستم برای همین نمیاره. خب معلومه که نمیاره، عذر میخوام. شما اگه به اینترنت وصل باشید بزنید فایر باگ میاره براتون. خب میاره براتون. بعد اینجا زده اتصال و اینجا میزنه ریستارت که کنید اینجا براتون میاد. خب من میام با فایر باگ این رو تنظیم کنم براتون. دقت کنید این رو میزنم میام روی این. خب اینه دیگه، اینم آیدیش. میگم که مارجین از بالا 5 پیکسل بگیره. خب ببخشید اشتباه شد، کجا رفت؟ مارجین 5 پیکسل که کمه، مثلا میدم 7 پیکسل. خب از سمت رایس
هیچی، از سمت پایینم هیچی و از سمت چپم که 20 پیکسل فاصله بگیره. الان 20 پیکسل هم زیاد، اینقدر خوبه. خب این رو هم یکم الان فکر کنم خوب باشه. آره خب من میام این دستور رو کپی میکنم اینجا و میگم که مارجین، این دستور رو کپی میکنم. خب میگم کالرش میشه سفید دیگه. چیشو میخوام سفید کنم؟ اون صفر رو دقت کنید، دقت کردید سفید شد. دوستان دقت کنید، من اگه ببینید من یه چیزو بهتون نشون بدم، میخواستم که چی بود، بذارید سبد رو درست کنم. خواستم که اگه این رنگ رو آلفاشو من میدادم مثلا 9، دقت کنید ببینید پررنگ تر شده. این میزان شفافیته، من میدم اون 4. شما از اوپاسیتی هم میتونید استفاده کنید. اوپاسیتی هم ما کل این رو که داخلش هرچی باشه رو اوپاسیتیشو کم میکنه. برای این ما از RGBA استفاده کردیم. خب دوستان اینم از این. من گفتن که بهتون دستور بوردر رادیوس رو میخوام یک توضیح بدم بهتون. من میام اینجا، خب یک فایل ایجاد کنم، HTML مثلا میذارم بوردر تست مثلا. دقت کنید وقتی HTML رو کنید خود پیج بستون براتون میاره. خب من میام اینجا یه دیو ایجاد میکنم. دیو اگه به این صورت هم بنویسید تا پیج بستون براتون درست میکنم. مثلا دیو با ایدی مثلا بوردر. خب یک تب بزنید این رو براتون میسازه. من میام خب همینجا استایلش رو بهش میدم. دقت کنید میگم استایل به صورت اینلاین و اینترنال و اینلاین میدم استایل. خب میگم ویدثش بشه مثلا 200 پیکسل، هایتش بشه مثلا 50 پیکسل یا مثلا 45 پیکسل، بک‌گراندش بشه مثلا گرین یلو گرین، یا نه بشه یلو گرین. آره یلو گرین، یکی هم مثلا کم رنگ تر. خب رفرش کنم، بذارید بیارم اون رو هم لوکال هاست توی دیجی PHP MVC و دقت کنید test.html. خب دوستان دقت کنید، من یک سایت بهتون معرفی کنم. میگم که توی گوگل سرچ میکنم بوردر رادیوس. ببخشید گفتم اینترنتم قطع، بذارید من وصلش کنم ببینم وصل میشه. خب ظاهرا اینترنت من الان وصل نمیشه. ببینید من فیلم رو هم استوب کردم اما وصل نشد. خب اشکال نداره، من بهتون توضیح میدم. میگم بوردر رادیوس. خب دوستان میگیم 10 پیکسل. بذارید اول این رو بهتون میگم. وقتی بگم 10 پیکسل، خب بذارید بیشترش کنم 30 پیکسل. این میاد از 4 طرف گوشه ها رو گرد میکنه. این طرف، این سم، این سم، این سم. دقت کنید از 4 طرف گرد کرد. خب میام من میگم که این 4 تا مقادیر میگیره. دقت کنید 10 پیکسل میگم از سمت بالا، رفرش کنم، از سمت بالا البته بذارید 000 میگم این رو از این سمت 10 پیکسل سمت چپ بالا بشه. خب دقت کنید رفرش کنم ببینید گوشا، این سه تا گوشه گرد نشده اما این گوشه چپ بالا گرد شده. خب
میگم که سمت راستم بالا 10 پیکسل، سمت عذر میخوام، سمت راست پایین هم 10 پیکسل و سمت چپ پایینم 10 پیکسل. پس چی شد دوستان؟ بالا چپ، چپ بالا، راست بالا، راست پایین، چپ پایین. دقت کنید ببینید بازم همون شد. خب اینم از بوردر رادیوس. اما اگه من بیام این رو هم مثل هم بدم، این رو هم بدم مثلا 100، این رو هم بدم 100، دقت کنید چه اتفاقی میفته. من یه رفرش بکنم دوستان، من خواهم این رو دایره کنم، یا میگم این 100% بشه. رفرش کنم ببینید به همین راحتی یک دایره شد. خب اینجا من اومدیم از همین طرفن استفاده کردیم. خب نوبت میرسه به سرچ، کادر سرچ. دقت کنید کادر سرچ. خب ما گفتیم که این بشه 190 پیکسل، درسته؟ خب حالا تگ کادر سرچ رو بخوایم ایجاد کنیم، میام بیرون از این، یعنی اینجا داخل هدر تاپ رایت باتوم ایجاد میکنیم. بذارید من فیلم رو نگاه کنم ببینم چقدر حجمش شد و چقدر زمان داریم ما. خب دوستان اینکه حجم فیلم بالا رفته نزدیک به 70 مگابایت. من این رو اینجا استوب میکنم و ادامهشو توی قسمت بعدی آموزش میدم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. موفق باشید.